خوش اومدید به این ویدیو جدید برابر. خوش اومدید به چنل خودتون تگ گیم کینگ. قراره بریم پارت دوم بازی جی تی رو بریم و مرحله دوم همونطور که میدونین اس یعنی همون سیمیون قراره مرحله رو بریم و تمامش کنیم. اگر مرحله کوتاه بود این بار 2 مرحله میریم. خیلی خوب، بریم ماشینمون رو برداریم بریم جای مرحله سیمیون. بچه من خودم 6-7 بار بازی جی تی ای رو از اول تا آخر تموم کردم. حالا شما تو کامنت ها یک لایک بدین یا دیسلایک ببینم که بگین که شما چند بار جی تی ای رو تموم کردین، یه عدد بنویسین، چون کامنت فارسی که میذارین بچه ها یوتیوب سابسکرایباتون رو حذف میکنه. الان یکی از سابسکرایبای من پریده برای که کامنت فارسی می‌نویسه. خب رسیدیم. ببینیم داداشمون سیمیون چی میگه. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored. Let's go to Vespucci. Magellan now. آره مثل اینکه با لامار باید بریم یه محله مثل که باید بریم کسی رو بکشیم اونجا و اراذل بازی در بیاریم و بریم تا مرحله رو انجام بدیم. این کار مردمیت تو سیمیون بهمون داده بود. سیمیون یه موتور گرفته بود و فروخته بود یک شخصی. بعد ما باز قرار بریم الان موتوره رو بدوزیم مثل همون کاری که با مایکل کردیم. قرار دوباره همون کار بکنیم ولی ببینیم که چی میشه. نشده که راحت بشه. میگه امکان داره اونجا چند نفر باشن جنگ به پا بشه بعد به اراذل بازی داریم. بچه از 1 تا 10 به رانندگی من تو کامنتا نمره بدین و بگین که رانندگی کی خوبه تو کامنتا بنویسه. و اینم بگم که الان که من ویدیو دارم ضبط میکنم یک ویدیو داره آپلود میشه. سعی کن نخندی براتون زودتر آپلود میشه. سعی کن نخندی رو دارم و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله بغلش هم رو آل بزنین تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر باشین که با خبر میشین. رسیدیم برای بچه ما رسیدیم. فقط من ماشین رو بذارم اینجا دم دست باشه. اوکی بعد بپرم مثل که در بسته است. اسکولی چی میگه اینجا؟ Hey, what's up, homie? You alright? No, wait from me! For Zappo agents? Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. یارو چیزی زده بوده. Be cool, nigga. بچه ها اینا به اون الان شک نمیکنم ما ناشناس اومدیم اینجا. چرا؟ نگاه خیلی میکنن. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve? تو کامنت ها بچه به انگلیسی بنویسین که کدوم شخصیت جی تی آی رو دوست دارین تو کل جی تی آی ها. مثلا میتونه جی تی آی ای وی باشه نیکی یا مثلا جی تی آی سرنر سی جی بیگ اسموک همینجا فرانکلین مایکل. بنویسین به انگلیسی تا من ببینم ببینم شما کدوم ها دوست دارین. اوکی من تفنگر رو برداریم و بریم واسه جنگ. اوهو من اینجا وای میستم.
یا مستمر Shoot that nigga. Bust his ass. Look out. They running on you. They trying to film. Get that fire. آخش بذارم بنزین شاتش بزنم ماشین بترکه تمام ایزی تمام واسه بینم مگه سیمه نگفتم یه موتور چرا موتور اینجا نیست اونو بچه موتورمون ای بابا اوکی همون مثل که نکنه یاروی خبر داشته که ما این کار رو میکنیم سیمیون بمون اینجا معمولیت داره لامان هم نشست بریم موتوریه رو بگیریمش لعنتی این بده که فقط یه دونه کلت دارم هرچه میتونم بزنمش داداشمون گیر کرده آخه خدافز اوره مرد چه راحت شروع برداریم و بریم بازی چی باگی هم خورده بود همه اسکول شدن لامار راحتی ماشین من راحت این هم یکی دیگه از یکی دیگه از باگای بازی ماشین جلو چشم یهو رفت آهنگو خفه کن واسه این کاری که انجام میدیم واسه سیمیون بعد سیمیون خبردار میشه واسه اینکه موتور گرفتیم و اینا بعد اینو بهمون جایزه میده جایزه نمیده به عنوان یک پاداش اینو بهمون میده بلکه این کار رو برش انجام میدیم مثل که اونا اذیت میکنن سیمیون رو بچه سال Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally... ماشین ما رو بده کوتاه بود ماموریت واسین هنوز محله دو تا محله برام باز شد یکی علامت سواله یکی این اسه اول این محله اس یعنی سیمیون رو بریم اگر کوتاه بود دوباره میریم واسه محله علامت سوال رسیدیم مشتری هم داره Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. So, Mr. Kenneth. بچه ها یه چیزی این مشتری سیمیونه هست الان نشست تو ماشین بگین این کیه هر کی تونست حدس بزنه تو کامنت ها بنویسه به انگلیسی هر کی تونست حدس بزنه لایکش میکنم سابسکرایبش میکنم چنلشو اگر هم چنل ندارین که یه کادو پیش من داریم لو نمیدم ولی هر کی تونست حدس بزنه یه کادو پیش من داریم یا ابوالفضل هیچ اتفاقی نیفتاد نمیدونم چرا گفتم یا ابوالفضل برای تو ای بابا من صحبت میکنم سیونه نمیشه میگه When I discovered that you beat... دنتو نمیدونم چی نوشته ولی هر چی نوشته برای من مهم نیست
اول آها واسه بچه شما خبر ندارین که با مایکل ما چیکار کردیم نه؟ ها راستم هنوز به اون مرحله نرسیده بوده الان رسیدیم بچه من یه جا بهتون گفتم که همون جای مرحله قبلی گفتم همون کاری که با مایکل کردیم میریم ماشینش رو میدوزیم یواشکی چون این ماشین رو فروختیم به جیمی اگه یادتون باشه پسر مایکل بعد الان داریم میریم بدوزیمش خب همین کار رو ما رفتیم با اون ارازلا کردیم که موتور دستشون بود همین کار رو چون باز الان ماشین رو باید بدوزیم همین کار رو با مایکل انجام بدیم ببینیم چی اوکی ماشین داخله آره اون درم که قفله اوکی در اینجا چی اینجا هم قفله از در پشتی حیاتش که شیشه ای از اونجا بریم آها میگه به پرزویی بعد اینجا از اینجا سر رو بریم یا Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. I don't care if you're 12. I'll still rape you. اوکی Oh my god, seriously? My brother is such a homo. ندیدم یا Thank you, coach. تو برو این چیه دیگه عقب ماشین رش کن بریم مسطر بیرون این تصادف ریزه دیگه این تصادف زیاد پیش میاد اوه نه مایکل تو ماشین بوده جی به اون اسلک Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. میگه یا دوتا Looking at the way you're going. گلوله تو مغزت خالی میکنم یا همین الان ماشین رو یه جا نگه دار بهت بگم نقشه چیه Serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without ما میریم به اون نوتیفیکیشنی که داره Maybe one day we'll have a beer. And I'll بذار explain how the world really works. اون نوتیفی که داره فرم همون جایی که باید ایست کنی بریم Dog by the name of مایکل Sierra آقاچه Cherry. So this businessman, he look legit to you? Look, man. It's just between him and your fucking son. Don't بچه ها تو کامنت ها بنویسین چه بازی دوست دارین که من پلی بدم اوکی درست هست بعد اینجا ایست کن Yeah, this the place, خب میگه یا دوتا گلوله تو مغز خالی میکنم یا اینکه Right through the fucking window. باید محکم بکوبونی تو شیشه مغازه سیمیو Your skull and do it myself. وگرنه مردی خیلی خوب میگه پول خوبی هم بهت میدم یا اول فرد Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Simeon. Simeon Yetarian doesn't back down from anybody. میگه با سیمیون شوخی نکن من هم میزنم که فهمانی آتا شوخی دارم بخوام تو رو بزنم که بچه له خبردک میکنم ببینیم بابا میگه بچه سوسول You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. نمیر بابا اوکی ما سویچ بریم رو مایکل الان دوتا از شخصیت ها رو باز کردیم فرانکلین و مایکل یه مرحله دیگه فرانکلین داره اون اول انجام بدیم بعد بریم سراغ مرحله مایکل
Say again? How the fuck we get fired? Man, it این was مرحله و شما سریع تموم شد. زمان ویدیو داره زیاد میشه و بعد دیگه تموم کنیم. You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spin them while you got them. Yeah, if you say so. سریع بریم که ویدیو رو تموم کنیم چون زمان زیاد شد. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was بشین سریع. All right, shit, where we going? trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? کنار عجله We دارم. both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby dose now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. زود باش بیا بشین. بدو فقط بشین. Vehicle 29, come in. This is dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. فقط بگاز. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Cars at فکر کنم الان که این جلسه اولش معمولیتش انجام میدیم Should be easy. این کار میشه یکی از شغلای فرانکلین. اگر هر وقت لازم داشتیم پول چیزی میتونیم اینو انجام بدیم. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my GTA بچه دو تا نسخه داره. خب Around the hood much? حالا نمیدونم شما دوتاشو بازی کردین یا نه؟ بنویسید تو کامنت ها. Oh, nigga got بعد now. دو تا نسخه داره. من نسخه قبلی رو بازی کردم. مثلا به جای این مرحله ماشین که برشا میشناستی بلند بود ولی اینجا مثلا سواریه. Turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding. البته من تو PS4 هم بازی کردم دو تا نسخه رو. این نسخه هم جدیدترین نسخه شه And looking damn fine. چون خیلی خفن تر ماشیناش باحال تره. هوش مصنوعیش یکم قوی تره. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right کنار place. Keep an eye on the car. I'll see you on the block. Anything you خیلی خوب need, خدافظ. you holler at me. معلم تموم شد. های از اون موقع دنبال ماه. این از این در واسه خب بچه این بود از این ویدیو. من لذت کافی رو برده باشین. لایک کنید تا فراموش نشه و تا ویدیو بعدی و پارت بعدی GTA وی و ویدیو بعدی فعلا خدافظ.